چطوری جری فریمن یواشکی رفت منطقه 51 قسمت دوم. یادتونه تو قسمت اول با جری فریمن اون باستانشناسه همراه شدیم که چطور تنها و پنهانی زد به دل منطقه 51؟ اونم به امید پیدا کردن دوباره مسیر گمشده 49ers ها، یه گروه از جویندگان طلا تو قرن 19 هم. بعد از چند روز پنهون شدن تو بیابون بالاخره رسید به دریاچه پاپوز. حالا ببینیم بعدش چی شد. همینطور که جری داشت یواش یواش نزدیک میشد، یه دروازه زیرزمینی به چشمش خورد. انقدر خوب استتار شده بود که اصلاً با سطح بیابون یکی شده بود، انگار نبود. اطرافش هم چراغای عجیبی سوسو می‌زدن و یه صدای قرقر آروم هم از زیر پاش میومد. ولی هیچ چیزی جری رو برای چیزی که بعدش دید آماده نکرده بود. یهو یه شیء غول پیکر کشتی مانند نیمه دفن شده تو بیابون جلوی روش ظاهر شد. طراحیش اصلاً شبیه هیچی روی کره زمین نبود. کاملاً فرازمینی و اصلاً نمیشد توضیحش داد. جری که فهمیده بود چه کشف بزرگی کرده، سریع گوشیش رو درآورد و تا تونست عکس گرفت. حتی نمونه‌های خاک هم جمع کرد به امید اینکه یه جوابی توشون پیدا کنه. ولی وقت داشت تموم میشد. تو دوردست جری هلیکوپتر نظامی رو دید که داشت میومد سمتش. سریع فکر کرد و رفت قایم شد توی دهانه نزدیک آزمایش هسته‌ای. اونجا موند تا اوضاع آروم بشه. جری برخلاف همه احتمالها از اون منطقه ممنوعه فرار کرد با کلی عکس محرمانه، نمونه خاک و یه داستانی که دنیا اصلاً آماده باور کردنش نبود. وقتی جری چیزایی رو که دیده بود به بقیه گفت، شکاکا همش رو رد کردند. حتی بعضیا گفتن عکساش ساختگیه. اما چیزی که جری تو دریاچه پاپوز دیده بود تا همین امروز یه راز وحشتناک مونده.